بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حمیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. حمیم نزول این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت صورت گرفته است. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست جز به حق و برای مدت معینی نیافریدیم، ولی کافران از آنچه بیم داده می شوند التفات نمی کنند و از آن روگردانند. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم إن كنتم صادقین. بگو آیا معبودانی را که جز خدا نیایش می کنید دیدید؟ چیز را در زمین آفریده اند؟ اگر چیزی را آفریده باشند به من نشان دهید. یا برای آنها در آسمان ها مشارکتی وجود دارد؟ برای اثبات این ادعا به من کتابی را پیش از این قرآن نشان دهید یا نشانه را از علم ارائه کنید اگر راست میگویید. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. کیست گمراه تر از آن که جز خدا و کسی را نیایش می کند که تا روز قیامت او را اجابت نمی نماید و ایشان از نیایش پیروانشان بیخبرند. و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم کافرین. و چون مردم حشر شوند معبودان باطلشان دشمنانشان خواهند بود و از عبادتشان منکر می باشند. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین. و چون آیات روشن ما و ایشان خوانده شود آنانی که از حق انکار ورزیده اند در برابر حقی که برای آنها آمده میگویند این سحر آشکار است. ام یقولون افتراه قل این افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحیم. یا میگویند پیامبر آن را افترا کرده است. بگو اگر من آن را افترا کرده باشم نمیتوانید چیزی را از خشم خدا از من باز دارید. او به چیزهای بی ضرورتی که درباره من میگویید داناتر است و او به حیث گواه میان ما و شما بسنده است و اوست آمرزنده و مهربان. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. بگو من نمونه نایابی از پیامبران نیستم و نه میدانم که با من چی می شود و نه هم میدانم که با شما چی می شود. من جز چیزی را که به من وحی می شود پیروی نمی کنم. من نیستم مگر بیم دهنده آشکار. قل أرأيتم إن كان من عند الله
كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بگو بنگرید اگر قرآن از جانب خداوند باشد که یقینا هست و شما از آن منکر شدید و گواهی از بنی اسرائیل بر اساس کتاب مثل آن تورات بر حقانیت آن گواهی دهد و او به آن ایمان آورد و شما از آن با تکبر انکار کنید، آیا شما ستمگار نیستید؟ بیگمان خداوند مردم ستمگار را رهیاب نمی سازد. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. کافران به مسلمانان گفتند اگر اسلام خوب می بود ایشان بر ما به سوی آن پیشی نمی گرفتند و چون به آن رهیاب نشدند به زودی می گویند این یک دروغ قدیمی است. و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه و هذا کتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. و پیش از این قرآن کتاب موسی پیشوای بود و مرحمتی و اکنون این کتاب تصدیق کننده کتب پیشین است و به زبان عربی نازل شده است تا ستمگاران را بیم دهد و بشارت برای نیکوکاران شود. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بیگمان آنانی که گفتند پروردگار ما خداست و سپس بر آن پایدار ماندند بر ایشان هیچ ترسی نیست و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ایشان اهل بهشتند، در آن جاودانه به سر میبرند به حیث پاداش به اعمالی که انجام میدادند. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. و به انسان توصیه کردیم که با پدر و مادر خویش نیکویی کند. مادرش او را با ناراحتی در شکم خود برداشت و او را با ناراحتی زایید و دوره حمل و از شیر بازگرفتنش 30 ماه است تا چون به سن رشد و پختگی خویش رسید و 40 ساله شد گفت ای پروردگار من مرا بر آن دار تا شکران نعمتی را که به من و به پدر و مادر من ارزانی کردی به جا آرم و تا چنان عمل صالح انجام دهم که به آن خوشنود شوی. برای من در دودمانم مردم صالح به میان آر. من واقعا به تو روی آوردم و من واقعا از مسلمانانم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اینهایند کسانی در زمره بهشتیان که از ایشان بهترین اعمالشان را قبول میکنیم و از بدیهایشان در میگذریم
وعده صادقانه‌ای که به ایشان وعده داده میشد. والذي قال لوالديه اف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اما آن که به پدر و مادرش گفت اف بر شما، آیا به من وعده می دهید که روز قیامت از قبر برآورده می شوم، در حالی که پیش از من نسل‌های زیادی درگذشتند و هرگز برانگیخته نشدند و ایشان پیوسته از خدا یاری می جویند و به وی می گویند وای بر تو ایمان بیار، واقعا که وعده خدا حق است، ولی او در جواب می گوید این نیست جز افسانه های پیشینیان. اولئک الذین حق علیهم القول فی قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرین. ایشان در زمره همان گروه جن و انس هستند که پیش از ایشان گذشته اند. فرمان عذاب بر ایشان صادر شده است. ایشان واقعا زیانکار بودند. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا یظلمون. و برای هر کدام از ایشان مطابق به اعمالی که انجام داده اند درجات تعیین شده است و تا خداوند پاداش اعمالشان را ایفا کند و به ایشان ستمی نمی شود. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. و روزی که کافران به آتش عرضه می شوند و ایشان گفته می شود در زندگی دنیوی خیش از چیزهای پاکیزه و دلخواه خیش برخوردار و از آن بهره‌ور شدید، اما به نسبت این که در روی زمین به ناحق تکبر می ورزیدید و به نسبت این که به فسق آغشته بودید امروز به عذاب اهانت آمیزی مجازات می شوید. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. داستان هود برادر عاد را بیادار زمانی که قومش را در سرزمین احقاف بیم داد، در حالی که بیم دهندگانی پیش از او و بعد از او گذشتند و اینکه جز خدا را نپرستید. واقعا من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین. گفتند آیا نزد ما آمده ای که ما را از خدایان ما باز دادی؟ پس اگر راست میگویی همان چیزی را که به ما وعده میدهی بیاور. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. هود گفت بیگمان علم آن تنها به نزد خداوند است و من به شما چیزی را که به آن فرستاده شده ام ابلاغ می دارم، ولی من شما را قومی می بینم که جهالت می ورزید. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. سپس چون آن عذاب را به شکل ابر گسترده دیدند که به سوی وادی‌هایشان در حرکت است، گفتند این ابری است که برای ما باران می آورد. نه خیر، بلکه این همان چیزی است که با شتاب زدگی آن را خواستی. چون بادی است که در آن عذاب دردناک است که همه چیز را به حکم پروردگار خویش نابود می کند. پس به حالتی در آمدند که جز مسکنهایشان چیز دیگری دیده نمی شد. به این ترتیب گروه مجرمان را جزا می دهیم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و بیگمان ما ایشان را در چنان مکنت یعنی توانایی و قدرتی قرار داده بودیم که شما را در آن مکنت قرار ندادیم و به ایشان شنوایی، بینایی و دلهای اندیشمندی دادیم، ولی از ایشان شنواییشان، بیناییشان و عقلشان هیچ چیزی از عذاب خدا را دفع نکرد، چون از آیات خدا انکار می کردند و آنچه را مسخره می کردند ایشان را فرو گرفت. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. و بیگمان سرزمین های پیرامون شما را ویران ساختیم و نشانه های گوناگون را به معرض مشاهده ایشان قرار دادیم تا باشد که به راه حق بازگردند. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. پس چرا آنهایی را که جز خدا برای تقرب به حیث معبود گرفته بودند و ایشان یاری ندادند، بلکه واقعیت این است که از نزدشان ناپدید شدند و این بود نتیجه دروغشان و چیزی که آن را افترا کرده بودند. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. و بیادار هنگامی را که گروه از جن را به سوی تو متوجه ساختیم تا به قرآن گوش فرا دهند. چون به این محضر حضور یافتند، برخیشان به برخی دیگر گفتند خاموش باشید. هنگامی که قرائت تمام شد به سوی قوم خیش در حالی بازگشتند که آنها را هشدار می‌دادند. قالوا یا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. گفتند ای قوم ما، واقعا کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده است، تصدیق کننده کتبی است که پیش از آن نازل شده است و به سوی حق و به سوی راه راست هدایت می کند. یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم و یجركم من عذاب علیم. ای قوم ما، این دعوتگر خدا